سلام خدمت همه شما عزیزان. امروز میخوام دو تا کتاب خوب بهتون معرفی بکنم. English Grammar in Use و Grammar in Use سطح Intermediate. خب کتاب های English Grammar in Use و Grammar in Use هر دو در سطح Intermediate هستن. هر دو مربوط به انتشارات کمبریج هستن، اما یه تفاوت‌های کوچیکی دارن. کتاب Grammar in Use Intermediate مربوط به لهجه امریکن هستش و English Grammar in Use بریتیش هستش. یه تفاوت کوچولو دیگه دارن، این که بریتیش هستش ویرایش 5 هستش و این که امریکن هست ویرایش 4. تو این قسمت میخوام حالا تفاوت‌های دیگه این کتاب رو به شما بگم. خب کتابی که بریتیش هستش، خب رنگش با این فرق میکنه، اینو توجه بکنید. خب قسمت اول که ما توی کتاب رو، شما کانتنت کتاب رو که بررسی میکنید، خب نگاه بکنید در بریتیش و امریکن هر دو 16 پارت دارن. منظور از پارت چیه؟ این قسمت هایی که شما الان مثلا نگاه بکنید present and past، present perfect and past، این قسمت ها رو هر کدوم یک پارت در نظر میگیریم. خب حالا اینا به طور مساوی هر دوتاشون 16 پارت دارن، اما تعداد درساشون با هم فرق میکنه. در بریتیش ما 145 یونیت داریم ولی در امریکن 142 یونیت. صفحات بریتیش 388 صفحه است، صفحات امریکن 374 صفحه هستش. صفحه داخلی کتاب به چه صورت هستش؟ همینطور که میبینید یک به لحاظ گرافیکی رنگامیزیش یه تفاوت کلی با هم دارن. خب بریتیش یه حالت سه‌بعدی داره گرافیکش، ولی این حالت تخت داره. خب در هر کدوم از کتاب ها نگاه کنید تقریبا به لحاظ محتوایی یکیه، ولی خب به شیوه خودشون، یا اگر شما فایل صوتیشو گوش میدید خواه‌ناخواه این بریتیش صحبت میکنه، این امریکن. در هر یک از قسمت ها ابتدا درس معرفی میشه و بعد نکات اون گفته میشه. هر دوتا یکی هستش، اما یه قسمتی در کتاب‌های این یوز هستش. در هر کدوم از کتاب‌هاشون اینجا ما یه مرجعی داریم در مورد این بحث گرامری که اینجا داریم میخونیم. اینجا رفرنس های دیگه‌ای به ما میده که مثلا اگر شما این درس رو دارید میخونید ممکنه در درس های دیگه هم از این صحبت شده باشه و همینطور برعکس وقتی مثلا شما میرید درس 3 و 4 دوباره پرزنت مثلا کنتینوس رو اینجا میخواید مثلا چک کنید، اونجا هم همینطور درس 1 رو اینجا قید کرده به عنوان رفرنس. پس وقتی شما یک درس رو میخونید میتونید به رفرنس ها و درس های دیگه هم که مربوط به همین یونیت هستش دوباره مراجعه بکنید و نکات تکمیلی یا یه تفاوت هایی رو قید کرده اونجا کاملش کنید و یاد بگیرید. در صفحه تمریناتش هم باز تقریبا الگو یکی هستش و فقط همون تفاوت بریتیش امریکن میتونیم توش قید بکنیم. ببینید تعداد تمرینات و نوع تمریناتی که ارائه شده یکی هستش. فقط این که شما حالا بریتیش میخونید یا امریکن میخونید اینجا میتونه اون تفاوت رو داشته باشه. بخش های ایندکس یا اپندیکسی که در انتهای کتاب میبینیم، ما هلوش 7 تا ضمیمه داریم. این ضمایم مربوط به هر دو تا کتاب هستش، یعنی هر دو تا کتاب دارن و تفاوت‌های خیلی جزئی دارن و تقریبا یکی هستن. من حالا یک قسمتشو برای شما باز کردم، توضیح میدم که این ضمیمه ها چی هستن و شما چطور میتونید از اونها استفاده کنید. همزمان که شما بخش هایی از درس رو میخونید، در اون انتهای صفحه یه رفرنس به شما میداد که ممکن بود در بعضی موارد اون رفرنس یا مرجعی که به شما معرفی میکنه شما رو به ارجاع بده به این قسمت ضمیمه ها. پس اون وقت شما میایید این قسمت ها رو هم کنارش مطالعه میکنید که نکات تکمیلی رو یاد بگیرید. خب بخش اول یا ضمیمه اول مربوط به افعال با قاعده و بی قاعده هستش که اینجا تو صفحه اولش در مورد افعال با قاعده صحبت میکنه، regular verbs، و در صفحه بعدش در مورد افعال بی قاعده این جدولش رو کامل میاره که یکی از نکات گرامری خیلی مهم هستش. وقت بذارید حتما این رو حفظش کنید. ضمیمه دوم، پیوست دوم
مربوط به نکات گرامری هستش که حالا تجمیع کرده، مربوط به present and past tenses هستش. یعنی اومده گفته که حالا این قسمت مثلا اگر من present simple دارم یا present continuous دارم، اینجا با مثال اینها رو با هم مقایسه کرده و تا اینکه شما باز تفاوت‌هاشو با هم بفهمید. همینطور که اومده درس‌ها و یونت‌هاش هم اینجا مشخص کرده که شما تو چه درسایی میتونید این موارد رو ببینید. مثلا ببینید شما اینجا past رو دارید با I did، ولی اینجا بحث continuousش رو دارید I was doing، که بتونید یه به قول گفتنی قواعد مقابله‌ای با هم چک بکنید. در ضمیمه سوم مربوط به زمان آینده هستش که صحبت میکنه و نکاتش رو دوباره باز بررسی میکنه. در ضمیمه چهارم در مورد افعال وجهی مودال صحبت میکنه و نکاتش رو دوباره اینجا با هم بررسی میکنه. در ضمیمه پنجم اینجا short forms یا contractions، اون مخفف ها رو بررسی میکنه که مثلا فعلای to be مخففشون چجور میشه، یا مثلا do not، does not، will not یا خود will، had، اینها مخفف هاشون به چه صورت میشه، چه قواعدی رو باید در نظر گرفت در بخش مخفف ها. در بخش ششم یعنی ضمیمه ششم در بحث اسپلینگ دیکته، که حالا اگر من اس و ای اس رو بابت جمع اضافه کردم، بابت اس و ای اس سوم شخص مفرد زمان حال ساده اضافه کردم، در صفات تفصیلی و عالی ای آر و ای اس تی به صفتی اضافه کردم. خانه‌ها بعضی کلمات یه سری قواعد دارن که دیکتهشون تغییر میکنه، یا مثلا مثل اونایی که به وای ختم میشن وقتی آی ای اس میخوان مثلا ای اس بگیرن وای به آی تبدیل میشه. در این صفحه در موردش صحبت شده. در ایندکس 7 یه تفاوتی که این دوتا کتاب با هم دارن این هستش، این که حالا گفتم با توجه به رنگش میتونید تشخیص بدید که بریتیش هستش، کتاب بریتیشه، انگلیش گرامر این یوز. خب چون کتاب بریتیش هستش در مورد بخش این قسمت در مورد امریکن صحبت میکنه، و برعکس در کتابی که آمریکایی هستش، اون کتابی که تیره تر بود، اونجا در مورد بریتیش و تفاوت‌هاشون اینجا صحبت میکنه و مثال هم برای شما آورده. و قسمت بعد مربوط میشه به additional exercises یا تمرینات اضافی. خب این بخش تمرینات اضافی همونجور که شما میبینید ابتدا مثلا اون موارد گرامری رو قید کرده، یونیت هاش رو عنوان کرده و شماره تمرین هایی که حالا در ادامه شما مثلا میبینید، این شماره ها همینجا هم گفته present and past. خب اینا به چه درد میخوره؟ وقتی شما اومدید اون گرامرها درس های اولیه رو خوندید، در پایینه که صفحه درس به شما میگه اینجا من additional exercise دارم. شما اونجا رو که حل کردید مسلط شدید، دوباره میایید این قسمت میتونید تمرینات اضافه تر، این تمرینات هم انواع و اقسام داره. همینطور که میبینید مثلا تستم تو بخش استادی گایدم شما میتونید ببینید، تستای 4 گزینه‌ای. همینطور ببینید تو اینجا حتی یونیت ها هم معرفی کرده، یعنی اگر تو یه موردش تستش گیر کردید شما میتونید به یونیتش مراجعه کنید، اون نکته رو مرورش کنید. و همینطور در ادامهش ضمیمه بعدی کی تو اکسرسایزز هستش، شما میتونید با مراجعه به این بخش مثلا یونیت 1 شماره تمرین ها رو اینجا بررسی بکنید و جواب ها رو با جواب های خودتون چک کنید. و در قسمت آخر، در صفحات آخر که چند صفحه هستش، بخش ایندکسی رو داره که به صورت الفبایی مرتب شده. فرضاً شما مثلا یک کلمه ای رو مثلا میخواید چک بکنید، مثلا در مورد about. خب این about رو به شما میگه که شما میتونید در مورد about چند جا اینو ببینیدش. مثلا میتونید در یونیت 130، در یونیت 131 پارت A، در یونیت 133 و 134، مثلا تو یونیت 133 و 134 حتی نکتهش هم گفته، یعنی ورب به اضافه about هستش، ولی در یونیت 130 و 131 در مورد adjective و about هستش. خب اینجا میتونه یه رفرنس خیلی خوبی باشه اگر شما دنبال نکته‌ای میگردید که بدونید تو کدوم درس اومده، بیاید این بخش و شماره یونیتش رو پیدا کنید، دقیقاً شما رو تو the point به مطلب میرسونه. حالا که من اجزای کتاب رو برای شما
توضیح دادم میخوام یه تجربه شخصی خودم رو از این کتاب به شما بگم. خب این کتاب یکی از کتاب‌های پرفروش دنیا هستش و هر جا شما صحبتی از آزمون‌های بین‌المللی میشه و منبعی از بخش گرامر میخوان به شما معرفی کنن، مطمئناً این کتاب رو به شما معرفی خواهند کرد. خب این کتاب به صورت سلف استادی یعنی خودآموز هستش. حالا چطور من باید اینو بخونم؟ آیا باید از یونیت 1 شروع کنم مثلا تا یونیت 145 مثلا این یکی برم جلو تا آخر؟ من پیشنهاد نمی کنم به شما. شما این کتاب رو کنار کتاب‌های دیگه دارید مطالعه میکنید. فرضاً یک کتاب تکست بوک دیگه دارید که دارید در مورد زبان انگلیسی در مورد اون مطالعه میکنید. اونجا در مورد یه سری نکات گرامری صحبت میشه و شما نکات تکمیلی اون بخش گرامر رو بیایید حتما از این کتاب استفاده کنید. ممکنه یه دفعه وقتی دارید میاد سراغش یونیت 10 رو میخونید، بعد میرید یونیت 20 رو میخونید. ایناش مهم نیستش. معمولا یونیت های اولیش اگر بخواید شروع بکنید سخت بهتون میگذره. برای همین نگاه کنید نیازتون در اون کتاب ها چی بوده، نکات تکمیلیشو بیایید اینجا کاملتر بکنید و یاد بگیرید. در پایان اگر نکته‌ای هستش که ممکنه جا مونده باشه یا برای شما جای سوال پیش اومده باشه، نیاز به راهنمایی داشته باشید در مورد این کتاب، حتما در کامنت این ویدیو از من بپرسید. خوشحال میشم کمکتون کنم.